کلیپی دارم که گرچه ما بارها قصد کردیم که این کلیپ رو پخش بکنیم، اما بعضی از مسائل سبب شد که تا الان دست نگه داریم. منتها در این اواخر در سایت های اجتماعی سر و صدای زیادی در مورد این مسائل مطرح شده و دشمنان هم دائما از فرصت استفاده میکنن و از این کلیپ ها بر علیه مسلمان ها و برای اسلام سوء استفاده میکنن. کلیپ هست از یکی از علمای افغانستان که ایشون میاد به مسئله استناد میکنه و حدیثی رو ذکر میکنه و در مورد این حدیث مطالبی رو اشتباه مطرح میکنه که ما مجبور شدیم این مسئله رو پخش بکنیم تا اولا علمای بزرگوار، خاصتا کسانی که منابر در دستشون هست و طبعا با سایت های اجتماعی، با توییتر و فیسبوک و یوتیوب و این مسائل هم ارتباط دارن، سعی کنن وقتی که مطالب رو ذکر میکنن کمی دقت به خرج بدن و بررسی بکنن حرفی که میخوان بزنن رو و تحقیق بکنن، مطالعه بکنن تا خدای نکرده فرصت به دست دشمنان اسلام ندن که از حرفای اونو سوء استفاده بکنه. این مطلب رو با هم میبینیم. یک کتاب حدیث با علما معلوم است، سنن دارقطنی. نامش چیست؟ سنن دارقطنی صاحب. بیش مولای صاحب هست کتاب حدیث. اون مبارک نقل میکنه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک جای باول کرد. یک کسی ام ایمن نام داشت. رسول خدا که دوباره میآید صلی الله علیه و سلم، ام ایمن برآمد، پرسید که جناب رسول الله با کجا باول کرده. سبحان الله بگوین برادران عزیز. بالاخره از بویش یاد، بوی عطر میداد باول رسول الله علیه السلام. عطر جناب رسول خدا را بوی کرد و نوش جان کرد. دوباره آمد گفت که یا رسول الله صلی الله، گفت کجا بودی؟ گفت که باول معطر شما را نوش جان کردم. ببین حدیث مستندی که سنن دارقطنی روایت میکنه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی کردن که خوب دیگه کسی که به شکم او عطر ما بخورد، باول ما برود، شکم او هرگز گرسنه نمیگردد. شکم آن ام ایمن صاحب دیگه گرسنه نشد از برکت باول مطهر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. باول خوردن که پیساده نیست برادران، از برکت اخلاق و مهربانی ها و عطوفت ها و عزت ها و شجاعت ها و غیرت ها و دلسوزی ها و تحمل های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بله دوستان عزیز، مطلبی که ایشون ذکر میکنه کاملا یک مطلب اشتباه هست، یک مطلبی هست که من نمیدونم که از کجا این مطلب رو ایشون میاره و به سنن دارقطنی میچسبانه. امیدواریم که جناب مولای حیات الدین بتونن این مطلب رو در کدوم صفحه و جلد سنن دارقطنی هست این رو به ما نشون بدن که ما هم مستفید بشیم از این فرمایشات بزرگوارانه ایشون. دوستان عزیز، خرافات و عدم دقت و دروغ شیعه و سنی نداره، هر کی میخواد باشه و خاصتا علما باید در این مسائل خیلی توجه داشته باشن که خدای نکرده این کسانی که پای منبر شما نشستن شما یک مطلب دروغی رو به اونا بگید و سبب بشید که اونا گمراه بشن و یک نوع تکبری هم به خرج بدید و از این حرفتون به اصطلاح تنازل نکنید و واقعیت رو بیان نکنید برای مردم. دوستان عزیز، اگر این صفحه رو نشون بدن، صفحه مانیتور من رو، این روایتی است که ایشون بهش استناد میکنه و در سنن دارقطنی هرگز این روایت وجود نداره. ایشون کاملا اشتباه میگن اینجا.
در سنن دارقطنی هرگز روایتی با این مضمون وجود نداره. اگر وجود داره ایشون لطف کنن و این رو نشون بدن یا در صفحه رسمی خودشون در فیسبوک بنویسن که کسانی که اشتباه برداشت کردن تصحیح بکنن مطالب رو. این روایت هرگز در سنن دارقطنی وجود نداره. مطلب دروغی است که نسبت داده میشه به سنن دارقطنی. این مطلب در معجم کبیر طبرانی در اونجا ذکر شده. این شماره حدیث است 20778. قبل از اینکه اشتباهات و دروغ‌هایی که در ترجمه این حدیث نقل شد رو من خدمتتون بیان بکنم، ما وظیفه داریم هر روایتی رو که میشنویم بریم بررسی سندی بکنیم بر اساس اون علم جرح و تعدیلی که علمای اهل سنت پایه‌گذاری کردن و الحمدلله این افتخارات اهل سنت هست که روایت‌هاشون رو بررسی میکنن. در این روایت کسی به نام ابو مالک نخعی وجود داره. دوستان عزیز نشون بدن این ابو مالک نخعی است و این برنامه که در سایت اسلام وب وجود داره islamweb.net برای تخریج احادیث خواستن کسایی که بخوان که احادیث رو تخریج بکنن خیلی راحت میتونید شما با کلیک کردن رو ربات در مورد این ربات معلومات حاصل بکنید. ما کلیک میکنیم رو ابو مالک نخعی که این حدیث رو روایت کرده و این در معجم کبیر طبرانی است، نه در سنن دارقطنی. ابو مالک نخعی وقتی که روش کلیک بکنید این صفحه میاد. این حدیث ضعیف جدا. این حدیثی که این شخص عبدالملک ابن حسین ابو مالک النخعی روایت میکنه ضعیف جدا. اینجا ببینید الجرح والعداله نوشته اینجا. وقتی روی این کلیک بکنید کلا نظر علما رو در مورد این شخص میاره. ابوبکر بزار گفته لیس بقوی، آدم قوی نیست. ابوبکر بیهقی گفته لیس بقوی. ابو حاتم رازی گفته ضعیف الحدیث. ابو داود سجستانی گفته ضعیف. ابو زرعه رازی گفته ضعیف الحدیث. احمد ابن شعیب نسائی گفته لیس بثقه، آدم ثقه‌ای نیست. ولا یکتب حدیثه، حدیثش هم نوشته نشه. ابن حجر عسقلانی گفته متروک الحدیث. دارالقطنی گفته ضعیف. ایشون این تهمت رو به دارالقطنی زده بود که این در سنن دارالقطنی اومده. دارالقطنی گفته ضعیف است این شخص. ذهبی گفته ضعفوه، یعنی اینو تضعیف کردن. عمرو ابن علی الفلاس گفته ضعیف الحدیث منکر الحدیث. یحیی ابن معین گفته لیس بشیء، اصلا هیچی نیست. این نظر علمای جرح و تعدیل در مورد این حدیث. من این پنجره رو میبندم. برمیگردیم به روایت. حالا ببینید که این تدریسی که صورت گرفته در ترجمه این روایت و اصل حدیث رو شما توجه بکنید. قام رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینو بر فرض محال که این روایت صحیح هم باشه یعنی این ابو مالک نخعی اگر آدم ثقه‌ای هم باشه، صحیح هم باشه این روایت، شما الان ترجمه این روایت اصل روایت رو از طبرانی توجه بکنید و تلبیسی که ایشون میفرمایند در ترجمه. ابو مالک نخعی عن اسود ابن قیس عن نبیه العنزی عن ام ایمن قالت، ایشون گفت قام رسول الله صلی الله علیه وسلم من اللیل. رسول الله صلی الله علیه وسلم شب بیدار شدن. الى فخارت فی جانب البیت، یک کوزه‌ای بوده، ظرفی بوده سفالی در گوشه بیت در خونه و فبال فیها، ایشون در اونجا ادرار کردن. فقمت من اللیل، من از قضیه ایشون هیچ خبر نبوده. فقمت چون کنیز پیامبر صلی الله علیه وسلم بودن. فقمت من اللیل و انا عطشان، شبی بود بلند شدم و من تشنه بودم. فشربت ما فیها، و این چیزی که در این کوزه بود یا در این ظرف بود رو نوشیدم. و انا لا اشعر، و من نمیدانم. ایشون اگر متوجه شده باشید که ایشون به دنبال پیامبر رفت، پالید یا گشت و جایی که پیامبر بول کرده بود، اونجا ادرار کرده بود، اون رو پیدا کرد و نوش جان کرد. این حرفی بود که این ملا گفت در سخنرانیش، در حالی که ام ایمن رضی الله تعالی عنها میگه که و انا لا اشعر، من نمیدونستم که تو این ظرف پیامبر صلی الله علیه وسلم بول کردن یا ادرار کردن. فلما اصبح النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی صبح شد به من گفتن یا ام ایمن، قال یا ام ایمن، حضور مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن ای ام ایمن قومی فاحرقی ما فی تلک الفخاره،
بلند شو ای ام ایمن، آنچه در آن ظرف سفالی هست را بریز. نگفتن که بخور، طوری که این ملا میگه به کسانی که پای منبر ایشون نشسته که پیامبر گفت که بله نوشه جان بکن. یعنی ما خیلی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. آقای حیات الدین و همه کسانی که به این گونه روایات استناد میکنید، حواستون باشه کسی که به پیامبر دروغ ببنده کرسی خودش رو، صندلی خودش رو در آتش جهنم انتخاب کرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن بلند شو ای ام ایمن و آنچه در این ظرف سفالی است را بریز. قلت قد والله شربت ما فیها، یا رسول الله من نوشیدم آنچه که در آن بود. قالت، ایشون فرمودن فضحک رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی بدت نواجزه. پیامبر صلی الله علیه و سلم خندیدن تا اینکه دندانهای نیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آشکار شد. ثم قال، بعد از اون فرمودن اما انکی لا تتجعین بطنک ابدا، بعد از این تو احساس گرسنگی نخواهی کرد یا شکم تو یا بطن تو درد نخواهد کرد. ببینید این اصل روایت هست، اما آنچه که ایشون روایت میکنه و تهمت هم میبنده به سنن دارقطنی چیز دیگری است. ما برای اینکه تاکید حاصل بکنیم همه آثار امام دارقطنی رو رفتیم بررسی کردیم. دوستان عزیز نشون بدن و این راوی رو، همین راوی که ایشون این حدیث رو در طبرانی روایت کرده، همون راوی رو ما پیدا کردیم در کتاب الضعفاء و المتروکین. دوستان نشون بدن. این الضعفاء و المتروکین است. الامام الحافظ ابی الحسن علی ابن عمر الدارقطنی البغدادی، متوفى سنة 385 الهجریه. در این صفحه از کتاب، در صفحه 289 شخصیت شماره 363 عبدالملک ابن حسین ابو مالک النخعی، این ابو مالک النخعی است که اینجا ما در این روایت داریم. اینجا ابو مالک النخعی که در موردش صحبت کردیم. امام دارقطنی در مورد این شخص میگه ان بصریین و الکوفیین، از اهل بصره و کوفه روایت کرده و در 263 اینجا تاریخ کبیر جلد 1 صفحه جلد 3 و 1 صفحه 411 سال 1282 و این گفته لیس بشیء، اینجا ادامش در این صفحه است. دوستان توجه بکنن. لیس به قوی عندهم، آدم قوی نبوده. در تاریخ و نسائی گفته متروک الحدیث، در جرح گفته الکامل و در مجروحین هم ذکر شده، در المیزان ذکر شده ضمن مجروحین جلد 2 صفحه 653 و ابو زرعه و دارقطنی گفتن که ضعیف است. یعنی این راوی رو فقط ما یکی از روات این روایت رو در کتاب دارقطنی پیدا کردیم و امام دارقطنی این روایت رو با اسناد صحیح آنگونه که ایشون ادعا کردن روایت نمی کنن و امیدواریم که بعد از این سعی کنن که در نقل روایات یک کمی دقت به خرج بدن تا این گونه خزعبلات رو به خورد مردم ندن و سبب گمراهی دیگران نشن. یکی از شاهکارهای دیگر ایشون در مورد امام سفیان ثوری است که این کلیپ رو هم با هم می‌بینیم. که یاد گرفت و عمل نکرد باز الله میگیره. حضرت سفیان ثوری یک عالم بود، داخل مسجد در آمد، یک وقت فکر کنید با پای چپ در آمد، از آسمان صدا آمد که گو با پای راست درای، پای چپ ندرای. خودش یک ولی بود، عالم هم بود، این بزرگا را زود میگیره. گفت ای گو با پای چپ ندرای، مسجد است، با پای راست درای. از آسمان صدا آمد. بعد از خودش افتخار میکرد، میگه مرا ثور بگوین، گو بگوین. یعنی امروز نام مبارکش مشهور است، سفیان ثوری. نسبت داده به مگو گفتنی از آسمان، نامش در کتابای حدیث حتی عن سفیان حدیث روایت میشه. اینا از جمله راویین حدیث هستند که از صحابه و تابعین حدیث روایت کردن. بله، اینم دروغی است که نسبت داده شده به ایشون، به امام سفیان ثوری. این مطلب کاملا 100% دروغ است و دوستان اگر نشون بدن این کتاب سیر اعلام نبلا هست
مصدر موثق اهل سنت در شناختن اعلام مسلمین. این کتاب، اینم شناسنامه کتاب است. در بیروت لبنان هم این کتاب چاپ شده، سیر اعلام نبلا. در اینجا در شخصیت 82 در صفحه 229 شخصیت 82 ایشون سفیان ابن سعید ابن مسروق ابن حبیب ابن رافع ابن عبدالله ابن موهبه ابن ابی عبدالله ابن منقذ ابن النصر ابن حارس ابن ثعلبه. ببینید بعضی از کلمات در عربی وجود داره، مثلا ثعلبه، ثعلب به روبا گفته میشه، در عربی اسم بوده قبل از اسلام، حتی بعد از اسلام بعضی از افراد اسم ثعلب داشتن یا ثعلبی بهشون میگفتن. ابن عامر ابن ملکان ابن ثور. پس ثور اسم یکی از اجداد ایشون بوده که ایشون منسوب شده به ایشون، یکی از اجداد ایشون بوده، نه اینکه با پای چپ وارد مسجد شده باشه و الله سبحانه و تعالی بهش گفته باشه ای گاو. اسم یکی از اجداد ایشون ثور بوده، مثل کلب، مثل ثعلب، مثل ثور. این اسما در عربی جربوع یعنی وجود داره. در صفحه 230 دوستان اگر که بتونن نشون بدن، ابن عبدمنات ابن عد ابن طابخه ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، این نسب ایشون هست. و ثور در اینجا و انه و كذلك ذکر نسبه لحیثم ابن عدی و ابن السعد و انه من ثور، اسم منطقی بوده یا قبیله بوده، طابخه. و بعدهم قال هو من ثور همدان. همدان منطقه است در یمن که ایشون از اون منطقه بوده و هیچ ربطی نداره و این داستانی که ذکر میشه در اینجا یک داستان کاملا 100% دروغی است و این توهین هست به علما که کسی بیاد بدون دلیل و بدون مدرک این گونه اهانت بکنه به علما. و ایشون یکی از اعلام بزرگ اسلام هست، امام سفیان ثوری، و هیچ ربطی به گاو نداره که این شخص میاد این گونه مطلب رو مطرح میکنه. من نمیدونم یعنی شما با این کارتون میخواید چیکار بکنید؟ یعنی اون کسانی که در اونجا هستن میخواید فضائل وارد شدن به مسجد به پای راست رو مطرح بکنید با توهین کردن به امام سفیان ثوری؟ امیدواریم که الله سبحانه و تعالی هدایت بده کسانی که بدون علم و بدون مدرک صحبت میکنن.